با طلوع عطر ماه رمضان شکر کن شکر خدا. هر انسانی باید مراد و مقصد از آفریده شدن خود را جویا شود و برای خود چنین سوال بدهد: کی او را آفرید؟ چرا آفرید؟ ما که مسلمانیم و به خداوند یکتا و پیامبرانی بر حقش ایمان داریم، اینچنین ایمان داریم که خداوند ما را آفریده و ایمان داریم که قرآن کلام خداوند است. باید جواب این سوالات را تنها از سرچشمه حیات یعنی قرآن بجوییم. بیایید به آن نظر بدوزیم که به این سوالهای ما چی جواب دارد. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. از این آیه کریمه معلوم شد که خداوند ما و جنها را تنها برای عبادت خود آفریده است. امام نووی میگوید آشکار و روشن است که آنها یعنی انسانها و جنها برای عبادت آفریده شده‌اند، پس آنها را واجب است تا در برابر آنچه که برایش آفریده شده‌اند سر خم کنند. اما از این چیز در روی زمین کم کسانی آگاهند. کمند کسانی که میدانند مقصد از آفرینش انسان چیست. این هم یک نعمتی از نعمت‌های خداوند است برای من و شما. حال آنکه اگر نعمت‌های خداوند را بشماریم سرحساب آن را نمی‌رویم. تصور کن روی زمین میلیاردها آدم است، اما تو از جمله کسانی هستی که این نعمت به تو داده شده است. پس میباید شکر کرد. شکر ایمان و اسلام، شکر بدن سالم، شکر عقل و فهم صحیح، شکر نعمت عائله و دیگر و دیگر. زیرا خداوند میفرماید لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کنید به شما زیاد میدهم. خداوند برایت عمر را باقی گذاشته است تا به این ماه برسی. میدانی این یعنی چی؟ این یعنی باز فرصت برای تو که به خود آیی، توبه کنی و از این ماه پربرکت اجر و پاداش فراوانی به دست آری. یک به گذشته نگاه کن. شاید از یار و دوستانت هست کسانی که به آنها این فرصت داده نشد. اکنون آنها زیر خاک خوابیدند در آرزوی یک عمل صالح. تصور کن بالفرض خداوند آنها را زنده کند. به فکر تو در این ماه رمضان به چه کار مشغول میشوند؟ به تماشای کینوها یا فوتبال و سریال ها وقت را میگذرانند؟ و گشت و گذاری بیهوده صبح را شام میکنند؟ هرگز دقیقه از این ماه را به خطر نمیدهند. تنها به عبادت و ذکر و تلاوت قرآن مشغول میشوند. پس تو این فرصت های طلایی را غنیمت شمار. خانواده‌ات را آگاه کن تا این ماه را با کارهای بیهوده نگذرانند. شاید این فرصت ها سال آینده به ما داده نشود، چگونه ای که دیگران از آن محرومند. این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم را سرمشق زندگی خود قرار بده. از ابوبکر رضی الله عنه روایت است که مردی گفت ای رسول خدا، از مردم چه کسانی در خیر و نیکی اند؟ گفت کسانی که عمری دراز میبینند و عملی صالح دارند. آن مرد گفت شر این مردمان کدامند؟ گفت کسانی که عمری دراز میبینند و عملهایشان بد است. کوشش کن در هر عملی که انجام میدهی خالص باشی. عملهایت را تنها به خاطر خداوند انجام بده. از ریا پرهیز کن که آن درد است بی‌دوا. عملهای خیرت را پنهانی انجام بده، به گونه‌ای که گناه را پنهان انجام میدهند. تقوا و پرهیزگاری را پیشه خود قرار بده، زیرا عمل پرهیزگاران مقبولتر است. خداوند میفرماید انما یتقبل الله من المتقین. و کوشش کن تا از جمله سرکشان نباشی. سرکشان کی‌هایند؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید همه امت من به جنت وارد میشوند مگر سرکشان. اصحاب گفتند سرکشان کیها هستند ای رسول خدا؟ گفت هر کی مرا اطاعت کرد وارد جنت میشود و هر کی سرپیچی کرد به تحقیق سرکش است. ذکر و یاد خداوند را به خود عادت بکنان. همیشه زبانت را با یاد و ذکر خداوند تر نگه بدار. دعاهایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌خواندند از آنها استفاده ببر. ذکرهای صبح و شام را ترک نکن. خداوند می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة واصیلا. و مادرمان عایشه رضی الله عنها میگوید پیامبر صلی الله علیه و سلم در همه حالت ذکر خداوند را میکردند. در دیگر حدیث آمده پیش دستی نمودند مفردها. گفتند ای رسول خدا آنها کیها هستند؟ گفت کسانی که خداوند را بسیار ذکر میکنند. پس ای برادر و خواهر عزیز تو نیز کوشش کن تا از جمله آنها باشی. در تلاوت قرآن حریص باش، زیرا تلاوت قرآن برای هر فرد مسلمان دارای ایمانی کامل و صحیح یک حلاوت خاصی دارد و این چنین از اجر و پاداشش بی نصیبت نمیماند. از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید هر کی از کتاب خدا یک حرفی بخواند برای او یک حسنه است و یک حسنه به 10 ثواب برابر است. من نمیگویم که الف لام میم یک حرف است.
بلکه الف یک حرف است، لام یک حرف است، میم یک حرف است. در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته که قرآن در روز قیامت شفاعت کننده خواننده اش می‌گردد. اما بسیاری از ما آن را تنها ماه رمضان به دست می‌گیریم و آن هم باشد یک یا چند روز اول. اینجای خیلی تأسف است. مسلمان واقعی باید حداقل در یک روز یک جزء از قرآن تلاوت کند و آیه را انتخاب کرده از معنا و حکم آن آگاه شود. رمضان فرصت است برای دعوت. پس در این ماه کوشش کن حداقل یکی را دعوت کنی. برای دعوت شرط نیست که تو حتما عالم یا دانشمند باشی. دانستن یک آیه کفایه میکند تا رسانیدنش به دیگران برایت واجب گردد. زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید از من اگرچه یک آیه هم باشد به دیگران برسانید. پس سعی کن تا یک روز هم باشد سهم خود را گذاری. زیرا دعوت این وظیفه پیامبران، صالحان و دوستان خداوند است. در این ماه همه دلها گشاده است، نفسها آرام است. شاید یک آیه رسانیده ای تو سبب هدایت کسی شود که دنیا به سبب آن شخص تغییر یابد. از مجالسی که در آن غیبت، سخنچینی، بدگویی از خود را دور کن. زیرا این خصلت‌ها دل انسان را بیمار کرده و انسان را از یاد خدا غافل می‌سازند. از خود این خصلت‌ها را دور کن. کوشش کن تا با چشم و زبانت روزه‌دار باشی. همیشه با صالحان باش، با ذکر خدا، با پند و نصیحت‌ها دلت را زنده بگردان تا یک روزه خوب و مقبول داشته باشی. اصلاح خانواده‌ات باید مقصد و آرزوی تو باشد. اول نفس خود را آماده بکن. عملهای صالح را سرمشق خود قرار بده. سپس به همسرت، خواهرت، مادرت، برادر و دادرت برسان تا این فرصت‌های طلایی را از دست نداده آن را با ذکر خدا، تلاوت قرآن و نمازهای شب بگذرانند. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید هر کی به کار خیر راهنمایی کرد برایش ثواب مثل ثواب عمل کننده است. صدقه دادن را فراموش نساز. خداوند برایت رزق و روزی داده. چی از لباس، چی از خوراک، چی از مال، از آنها نصیبه برای فقیران و ناداران جدا کن. دادن صدقه این یکی از صفاتهای متقیان است. خداوند می‌فرماید كانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. کوشش کن در این ماه این عملهای در آیه ذکر شده را مثل خواندن نماز شب، استغفار هنگام صبح و صدقه دادن را همه روزه انجام بدهی. پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز امتانش را به صدقه دادن تشویق کرده چنین میگوید خود را با دانه خرمای از آتش جهنم نجات دهید. و در حدیث دیگر می‌فرماید 7 گروهی است که خداوند آنها را زیر سایه عرشش قرار می‌دهد در روزی که هیچ سایه جز آن نیست. یکی از آنها مردی است که با دست راستش صدقه می‌دهد که دست چپش از آن خبردار نمی‌شود. پس در دادن صدقه حریص باش. ماه رمضان فرصتی خوب است برای هر انسان عاقل که خود را حساب و کتاب کند، از کمبودی‌های خود آگاه شود، زیرا در این کار برای انسان خیر و فایده‌های زیادی است. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید عاقل آن است که خود را حساب و کتاب کرده برای پس از مرگش عمل می‌کند و عاجز آن است که پیروی از هوا و هوسش کرده و باز تمنا می‌کند که خداوند او را امین نگه بدارد. اینچنین امیرالمؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه می‌گوید پیش از آن که حساب و کتاب کرده شوید خود را حساب و کتاب کنید. پس انسان عاقل باید همیشه نفس خود را محاسبه کند، همیشه برای آخرتش آماده باشد، از خود بپرسد با خداوند چی رابطه‌ای دارد، رابطه‌اش با پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه است، آیا از فرمانهای خداوند و سنت پیامبرش اطاعت میکند یا در آن حالی که به سر میبرد اگر خداوند جانش را بگیرد از کدامین گروه خواهد بود. چون این سوالها باعث میگردد تا انسان کمی به خود آید و از پی اصلاح نفسش گردد تا رضای خداوند را به دست آورد. نیکویی به پدر و مادر در دین اسلام جایگاه خاصی دارد. خداوند می‌فرماید وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اینچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید من حیران آن نفرانی هستم که پدر و مادرش در قید حیاتند و او داخل جنت نمی‌شود. یعنی نیکویی به پدر و مادر سبب می‌گردد تا انسان وارد بهشت گردد. در این ماه مبارک از حال آنها خبر گرفتند، تحفه و هدیه ها به آنها دادند و یا هر چیز و هر کاری که خاطر آنها را شاد کند آن را انجام دادند. این هم یکی از نیکی ها به پدر و مادر است. پس کوشش کن تا به پدر و مادرت دائما نیکوکار باشی. این چنین از حال دیگر خویش و اقربا خبر گرفتند، به عیادت آنها رفتند.
اما کوشش کن تا آن عیادت به مجلس گناه که پر از غیبت و سخنچینی و سخنان بیهوده تبدیل نشود، بلکه یک مجلس خیر باشد. در آن ذکر خداوند، تذکر همدیگر، پند و نصیحت ها، امر معروف، نهی از منکر باشد، زیرا در این کارها خیری نهفته است. کمان انسان‌هایی که به سوی خداوند توبه می‌کنند. برای بعضی‌ها گویا توبه‌ای وجود ندارد، چنان غرق گناهند که از آن نمی‌توانند برآیند. موسیقی را به یگان دودیلگی گوش می‌کنند. تماشای فیلم‌های فحش، عکس‌های نیم برهنه برای بعضی‌ها یک چیزی معمولی شده است. گویا هیچ مرگی نیست، هیچ حساب و کتابی نیست. کمی هم باشد به خود آیید. بله، همه انسان خطاکار است، اما بهترینشان چنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید توبه کنندگان آنهاست. خداوند میفرماید: آیا نمیخواهی خداوند تو را دوست بدارد؟ پس کوشش کن دست از گناه و معصیت برداری. صفحه نوی را در زندگیت بکشا، آن را با طاعت و عبادت، با ذکر و تلاوت، با پیروی از آیاتها و حدیثهای پیامبر صلی الله علیه و سلم زینت بده تا رضای پروردگارت را به دست آری که کلید همه درها رضای اوست و این حدیث را در زندگی سرمشق خود قرار بده. همه فرزندان آدم خطاکارند، بهترین خطاکاران توبه کنندگانند. در آخر از خداوند ذوالجلال طلب می نمایم تا به ما توفیق بندگی عنایت فرماید تا یک رمضان خوب و مقبول